سلام همراهان گرامی مجله لوتوس. امروز با 10 راز لاغری که متخصصان و ورزشکاران به شما نمیگن اومدم که شنیدنش خالی از لطف نیست. پس اول ما رو سابسکرایب و لایک کنید و نظرات خودتون رو برام کامنت کنید. در ادامه با من همراه باش. امروزه در دوره‌ای به سر میبریم که لاغری و تناسب اندام آرزوی هر فردی بوده و اغلب افراد مدام درباره این که چگونه بتونن وزن خودشون رو کم کنن در تلاش هستند. در دوران گذشته زمان قاجار نشانه زیبایی و جایگاه اجتماعی بالا وزن زیاد بود، امری که امروزه به شدت نهی و نفی می شود. اگر شما هم علاقه‌مند هستید که بدونید مهمترین رازهای لاغری چه چیزهایی هستند، به تماشای این ویدیو بشینید، زیرا قرار رازهای مهمی رو با شما در میان بذارم. اولین و مهمترین راز لاغری نوشیدن مایعاتی مانند آبه. آب سوخت ساز بدن شما را افزایش میده. دومین نکته خوردن غذاهای ارگانیک و طبیعی. سعی کنید حتما 70 تا 80% از غذاهای خودتون رو از غذاهای غیر فرآوری شده انتخاب کنید. ورزش رو فراموش نکنید. عضله و چربی دشمن یکدیگرند. در بدن شما یا جای عضله است یا چربی ناسالم. وقتی شما ورزش میکنید بدن برای ساخت عضله به سوزاندن چربی نیاز داره. به موقع بخوابید. خواب شب مسئله بسیار مهمیه. دیر خوابیدن و دیر از رخت خواب بیدار شدن تاثیر بسیار منفی روی سلامت و فیزیک شما میذاره. اما راز لاغری شکم چیه؟ برای لاغری شکم هیچ راز خاصی وجود نداره. زمانی که غذای غذای خودتون رو کنترل میکنید و تحرک کافی دارید، تمام قسمت‌های بدن شما به تناسب اندام خواهد رسید. در این زمینه گول تبلیغات رو نخورید. وعده‌های کوچک بخورید. بسیاری از افراد به اشتباه به خود گرسنگی میدن و یک وعده سنگین میخورن. این کار کاملا اشتباهه. شما باید تعداد وعده‌های غذایی خودتون رو افزایش بدید و حجم اون رو کاهش بدید. صبر داشته باشید. این واقعیت رو بپذیرید که راز لاغری سریع وجود نداره. اضافه وزن یک اختلال پیچیده بوده که رفع آن نیازمند زمان و اراده قویه. نقش روحیه رو دست کم نگیرید. اگر شما به دلایلی دچار افسردگی، اضطراب و وسواس هستید، در زمینه تناسب اندام به مشکل برخواهید خورد. پس حتما با پزشک مشورت کنید. سرخود رژیم غذایی نگیرید. حتما پیش متخصص تغذیه برید. متخصص تغذیه با علم و تجربه خود راه رسیدن به هدف به صورت علمی که دچار مشکلاتی از قبیل ریزش مو، ناراحتی کلیه و ضعیف شدن سیستم ایمنی نشه رو برای شما هموار خواهد کرد. همه شیرینی ها و چربی ها مشکل ساز نیستند. خوردن خرما و عسل و دانه های مثل چیا نه تنها ولع شما رو کاهش میدن، بلکه برای بدن بسیار مفید نیز هستند. دوستان عزیزم، شما چه توصیه‌ای برای لاغری دارید؟ ایام به کامتون باشه. روز و شب بر شما خوش.